به نام خدا، آموزش اعلامیه قیمت فروش. ما میتونیم بعد از هر چند وقت توی مجموعه یه درصد حالا افزایش قیمت کلی روی کالاهامون بذاریم. این افزایش قیمت میتونه روی یک سری کالاهای خاص باشه، یعنی میتونه رو همه کالاها باشه و نه اینکه نوعش به چه صورت باشه کاملا به خودمون بستگی داره. برای این کار میتونیم وارد بخش اطلاعات پایه، محصولات و اعلامیه قیمت کالا بشیم. تو این قسمت ما میتونیم با زدن گزینه به اضافه یه حالا میزان افزایش قیمتی در نظر بگیریم. این میزان افزایش قیمت میتونه به صورت درصدی باشه، میتونه به صورت ریالی باشه. اگه به صورت درصدی باشه میتونیم مثلا یه افزایش قیمت 10% در نظر بگیریم. نوع گرد کردنش رو میتونیم مشخص کنیم که به صورت استاندارد باشه، به صورت حالا اینکه رو به بالا باشه، مثلا اینکه مبلغ جدید شد 45 و 500 به صورت رو به بالا اینو گردش بکنیم، 45 و 500 بکنیم 46,000 تومان. یا هم که میتونیم کلا به صورت استاندارد در نظر بگیریم. میتونیم برای گروه‌های کالایی برای یک سری گروه کالایی فقط افزایش قیمت بزنیم، نیاز به همشون بزنیم. میتونیم برای پیتزا یه افزایش قیمت در نظر بگیریم. برای گروه کالایی پیتزا توی نوع قیمت استاندارد فقط مثلا، یا فقط توی نوع قیمت پرسنلی میتونیم افزایش قیمت بزنیم. اینها رو میتونیم انتخاب بکنیم که توی حالا کدوم قیمتمون میخوایم افزایش بدیم. به عنوان مثال ما میخوایم رو همه محصولاتمون که به صورت پرسنلی میفروشیم یه 10% قیمت بالا ببریم. یه به جای اینکه تک تک بریم کالاها رو تغییر قیمت بدیم، میتونیم بیایم از این قسمت نوع قیمت رو مشخص بکنیم، اون گروه کالایی رو مشخص بکنیم، میزان افزایشش رو درصدی یا ریالی بذاریم، مبلغ گرد کردن میتونیم به صورت استاندارد بذاریم. دو مورد بعدی هم توضیح دادم و در نهایت میتونیم اعمال رو بزنیم و میبینیم که برای 2 تا محصولی که نوع قیمتشون پرسنلی بود، مبلغ قبلیشون که 75,000 تومان بود 10% افزایش قیمت خورد و مبلغ جدید به 82,500 تغییر پیدا کرد. الان اگه ما بریم اینجا البته میتونیم قیمت رو هم تغییر بدیم. حالا اینجا اگه ذخیره رو بزنیم چون افزار تسته ممکنه به مشکل بخور. حالا در نهایت با زدن گزینه ذخیره می‌بینیم مبلغ قدیم به مبلغ جدید تبدیل میشه و میگم دیگه نیاز نیست به صورت دستی دونه دونه بریم قیمت ها رو تغییر بدیم.